راستش چند وقت بود که دلم هوس این نونای خوشمزه مامان بتولو کرده بود. دیروز بهش گفتم سریوسه برام درست کرد. چه عطری داره. مامان معمولا خمیر درست نمیکنه. رفت 2 تا چونه خمیر از نونوایی گرفت. حالا به همون خمیر 1 لیوان شیر اضافه کرد، کمی زعفرون دم کرده، 1 کوچولو زردچوبه، 1 دونه تخم مرغ. معمولا چیزایی که این نون میخواد کنجد، سیاه دونه و رازیانه است. اما مامان گفتش که چون حالا تو بارداری رازیانه رو حذف کنیم بهتره. ما فقط کنجد و سیاه دونه ریختیم و 1 کوچولو نمک. این خمیر رو بهتره با دست مخلوط کنید تا غلظت شبیه غلظت مایه کیک بشه. داخل تابه روغن میریزیم. وقتی که کمی داغ شد از مایه نونمون داخل تابه میریزیم و سطحش رو صاف میکنیم. در تابه رو میذاریم. وقتی که یه طرف نون سرخ شد برمیگردونیم تا سمت دیگه‌ش هم سرخ و طلایی بشه. شعله هم باید کم باشه که وسط نونم مغز پخت بشه. بعدم که هر 2 طرفش سرخ شد از روغن خارج میکنیم. همین. دیدید چقدر راحت و آسون بود؟ چون مامان خمیر آماده میگیره دیگه درد سرای خمیر درست کردن و اینا هم نداریم. بعدش هم برش بزنید، به عنوان صبحانه یا عصرانه میتونید میل کنید. این نون شیرین نیست، عطر بسیار خوبی داره. درستش کنید و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید.